سلام، خوش اومدین به چنل من ایگور هستم و امروز اومدم با یه ویدیو خفن نیست در جهان از خود برزیل آوردم براتون. لایک و ساب یادتون نره، زنگوله بغلش هم فعال کنین، یه کامنت هم بذارین برای انرژی و روحیه دادن به من. این جمع این کارا شاید 5 ثانیه هم نشه ولی برای من کلی ارزش داره. خب بزن بریم ادامه ویدیو. موضوع از این قراره که یه کی منو بک زد؟ عجیبه، واقعا عجیبه. خب داشتم میگفتم موضوع از این قراره که چند روز پیش توی اینستام میگشتم یه پستی رو دیدم، اینجا میاد احتمالا، یه توی این پست نشون میداد یه پنل فوق‌العاده، یه پنل حرفه‌ای مثل پنل‌های پیسی برای موبایل اومده و طرف داشت میفروخت. جالب ترش اینجاست که حتی ایرانی خودمون هم میفروختن. اشتراکی بود، اشتراک 2 ماهش فکر کنم، یادم نمیاد، یکی از رفیقام دیده بود 600 بود فکر کنم و گفتم پیداش کنم براتون رو بذارمش ببینم تأثیر داره، اصلا کار میکنه، بند داره، چیه، خوبه، بده، یه بررسی و تحلیلش کنیم. خب فایل پنل رو توی چنل تلگرام که آیدیش این پایین میاد براتون گذاشتمش. فایل هم رمز داره، رمزش هم تیکه تیکه داخل بخشای ویدیو گذاشته شده، پس ویدیو رو عقب جلو نکنید تا رمز از دست ندید. شما میایین تو تلگرام، تو چنل من این فایل رو دانلودش کردین، بازش میکنین با برنامه زد آرچیور، نصب میزنین، رمز داره، رمزش هم تو ویدیو میاد، یه تیکش هم الان میاد، رمزش هم که باهاشه میشه ای. خب من از قبل نصب دارم ولی باز مجدد نصبش میکنم. ببینین حتی گوگل هم این پنل رو تایید نمیکنه و یکی از دلایلی که میگفتم پنل‌های موبایلی هیچ وقت کار نمیدن به خاطر سپر ایمنی گوگله، چون این نمیذاره برنامه پنل به فایل‌های دیتا و OBB شما دسترسی پیدا کنه و مسلما هیچ تأثیری نداره چون دستکاری رو فایل نشده. و حالا ما در هر حال نصب میزنیم، اینجا رمز یا اثر انگشت میخواد، نصب شد، باز میکنیم پنلو، این چیز خاصی نیست، این عکس رو میزنیم و یه پنل فوق خفن برای مثال باز میشه. اینجا ما میریم تو گیم. ایجا برنامه باگ خورد، عالیه، دشواره نداره اینجا، خیلی هم عالی. خب شما اینو میزنین، 2 بار زدم فکر کنم خراب کردم، مجدد، این چیز خاصی نیست، مجدد اینو که زدیم پنجره باز میشه. حالا برای من باگ خورده فایلاش. یه چیزم بهتون بگم، توی چنل تلگرام هم گذاشتم، قرار روز شنبه ساعت 9 شب یک کاستوم جایزه دار با جایزه 110 جون به 3 نفر اول برگزار شه. شرایط خاصی هم نداره، اون متنی که حالا توی تلگرام گذاشتم برای 10 نفر بفرستین و 2 تا چنل های تلگرام اوستین و یوتیوب رو ساب کنین، همین، چیز خاصی نیست. و اگه حمایت کنین باز مجدد کاستومای بیشتری براتون برگزار میشه. هر قدر حمایت شما بیشتر باشه، کاستومای جایزدار، نمیدونم قرعه کشی، اکانت، هر چیزی باشه براتون اجراش میکنم، بستگی به حمایت خودتون داره دوستان. چون دی پی ای بالا پایین کردم باگ خورده ولی برای شما اینا درسته. اینجا یه هد فکر کنم، این برای شما فوله و این هم اینجا بزنی هد میشه، چیزی که تو پنله. میریم تمرینی. عرق کشمش و کرم کرده، از زبون لالو از گوش کرم کرده. First blood. Double kill.
kill. من حال ادامه دادن ندارم صادقانه، یعنی به زور دارم ادامه میدم. استعادة نقاط EP للجميع. Double kill. النجدة. First blood. شكرا. Double kill. First blood. Double kill. Triple kill. اینو واقعا چطوره؟ این تیر باید بره روحه که بیلاخ دشواری ندار اینجا، خیلی هم عالی. این که کار نکرد. اینم خب فوله، ما هر جا بزنیم باید هدش تو پنل نوشته شده و تو اون پست دیده میشد. این هم هیچ، دشواری ندار اینجا، خیلی هم عالی. از این میگذه. این که هیچ تأثیری نداشت. اینا ستینگ، اینا هیچ تأثیری نداره. اینم برای ایمه که همین هم هیچ تأثیری نداره. و بعدی هم ماکروه. ماکرو هم باید هیچ تأثیری نداره. من همش الان برای تستش میکنم، قفل میکنم. نه، این هیچ تأثیری نداره. اینا یه هد عادیه، هد مثلا نمیزنم. خب حفر کند کرده، به جای بهتر بشه بدتر هم شده. این هم هیچ تأثیری نداره. هیچ دشواری ندار اینجا، خیلی هم عالی. خب میریم سراغ قسمت بعدش. اینجا دیگه چیزی نداریم. اینم برای بزرگ شدن. اینم برای یخ برعکس فکر کنم. اینو نمیدونم، ولی آره فکر کنم برای یخ اینو بزنیم مثلا یخ برعکس میفته، ولی خب هیچ تأثیر نداره. اینم که باشه مثلا ستدیته. یه ویدیو دیگه اگه شد یه در مورد ستدیت هم بهتون توضیح میدم. اینم مثلا ستدیته ولی خب هیچ تأثیری نداره، فقط صرفا اینجا نوشته میشه، یه چیز دکوریه. چه؟ نیم تیر لمس نمیشه باید. جدی میگم بدترم شده. آن ماکرو رو زدم بهتر بشه، بدترم شد. اینجا تند شد این قسمت. این هم چیز خاصی نیست. اینجا رو هم تنها چیزیش که نگاه کردم و واقعی بود این دوتا
درصد شارژ باتریتون و اندرویدتون. آره اندروید من 15 است، درصد شارژم 45. اینا حقیقت داره. اینا رو میایم اینا من با زیپیم بالا پایین کردم اینجا باگ خورده، ولی شما برای شما هرتز میاد. مثلا اینجا 240 هرتزه، در حالی که گوشی من خود شرکت شیائومی تو 120 هرتز براش نیاورده. بعد این پنل مثلا میخواد ببره رو 240. منطقیه. عجیبه. اینم اینجا زده 90 اینجا 120 نشون میده. کداش واقعیه؟ مثلا بذاری 500. حالا FPS من این 500 آخه مگه پیسیه؟ اینا رو هم نمیدونم چیه، ولی خب همش چیه چرت و پرت محضه. اینم اینجا آیدی سازندشه دیزنی سنسی. عجیبه. خب چیز خاصی که نداشت، نتیجه میگیریم مجدد هیچ پنلی برای موبایل نیست. نرین الکی پول بدین برای این پنل، مثلا دائم بخرین 800 تومن. به جای خریدن این پنل ها مثل اینه پولتو برزی تو چای دستشویی، شاید هم بدتر، هیچ تأثیری نداره. و من از این میسوزم که ایرانه گلمون این پنل ها رو میفروشن، نه یه نفر نه 2 نفر، 3-4 دیدم. یکی رفیقام دیده بود، بعد از اون پیگیر شدم که میداد 2 ماه فکر کنم 600 نمیدونم 400 واقعا یادم نمیاد، ولی خب میفروخت هرچی بود. این پنل رو به عنوان نوشته بود پنل خارجی 100% ضد بند، ضد بلک لیست، کارم میده، خیلی خوب هد میخوره و چیز عالیه. خب بچه ها خیلی خیلی ممنون و سپاسگزارم ازتون که تا اینجا ویدیو به من اومدین. لایک و ساب یادتون نره، یه کامنت هم برای داشتون بذارین برای انرژی و حمایت کردن از من، چون به شدت به حمایتتون نیاز دارم. و همین دیگه، چیز خاصی نیست. دوستتون دارم. خداحافظ.